ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا سلام علیکم تماشابینان عزیز. امروز تیار میکنیم فطیر ورقی. زواله‌هاش گرفتم، کمتر دم گرفتن زواله‌ها. اگه تنکشون کردستم در زواله‌اش آب و نمک دوختم، تمام دیگر هیچی. زواله‌ها را تنک کرده شیدیم تماشابینان عزیز. کمتر سلیوچی مسئله را در میکروویووفکا آب کردم، آن خیلی دروش میشکی مکن. بعدا میپیچونیم شونه. انمی خیل کرده پیچوندیم شه، میمونیم 10-15 منوت دم میگیره، بعدا تنکش میکنیم فطیره. فطیری ما رو گرفت تماشابینان عزیز. انمی خیل کرده تنک میکنیم شه، مخبر کرده در اون لیست میمونیم. دروش ما کفیر شکیدم، تخم نکردم، تخم مدام مقبول نیسته، نمیشکم تخم در اینونو. کیفیرش شکیدیم در بالای فطیر، کم ترک کنجید میشپیم روشده در دخوفکا فطیر ما پخت تماشابینان عزیز. انمی خیل اومده. تماشابینان عزیز جدا خمشوربا کردستم، گوشتش جوشیده کمتر. اگه در موش انداختم پیاز و سبزی و بلغاریشه. خمشوربای ما تیار شد تماشابینان عزیز. در خمشوربا من یک چی نمیرسه که نخد ندوختم. تماشابینان عزیز ویدیوی ما در همین جا به آخر میرسه. ای همت میندارم برای دستگیری هاتون. کدامی که پادپیسات سکدگی نیست پادپیسات سکنین، لایک و کامنتاری فراموش نکنین. در پناه خدا باشید مردمی خوبی مسلمان روی دنیا. تا ویدیوهای آینده خداوند همگیت نگهبان باشه.